سلام، من رامز بختیار هستم. به دومین برنامه سخن پیک خوش آمدید. افغانستان کشوری که در طول تاریخش محراق توجه ابرقدرت‌های دنیا بوده است. قدرت‌های اول دنیا در منطقه و جهان به نحو تلاش کرده است تا با افغانستان رابطه داشته باشد، از امپراتوری انگلیس تا اتحاد جماهیر شوروی و در بیش از یک دهه گذشته ایالات متحده آمریکا. سیاست خارجی رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادهای شدیدی در بیش از یک دهه روبرو بوده است و ایالات متحده هم چندان رضایتی از روابطش با افغانستان نداشته است. گاه کشمکش بر سر امضای توافقنامه امنیتی و گاه بر سر نحوی برخورد نظامیان آمریکایی. ولی حالا صفحه جدید بر روی افغانها باز شده است. یک رئیس جمهور نو با رئیس اجرایه و حکومت وحدت ملی، نو نظامی که در تاریخ افغانستان پیشینه نداشته است. حالا این که خطوط اساسی حکومت وحدت ملی چیست تا هنوز نه ما میدانیم، نه شما میدانید و نه هم شاید خودشان بدانند. این که افغانستان میتواند با سیاست خارجیش خود را در کشمکش‌های منطقه حفظ کند و یا خیر، این که خطوط اساسی حکومت چی خواهد بود و چرا تا هنوز رئیس جمهور غنی خطوط اساسی حکومتش را به مجلس برای تصویب نفرستاده است، در این برنامه، دومین برنامه سخن پیک، سیاست خارجی افغانستان با حکومت جدید، حکومت وحدت ملی دنبال میکنیم. اما پیش از آن کیستی و چیستی پیک و همچنان سخنران برنامه امروزی. مرکز ژورنالیسم تحقیقی پیک در راستای تهیه گزارش‌های تحقیقی، حمایت از خبرنگاران تحقیقی و نحوه تهیه گزارش‌های تحقیقی کار می‌کند. محور کار و فعالیت پیک در سه بحث خلاصه می‌شود: یک، اطلاع‌دهی، دو، پیونددهی و سه، ارتقا. پیک مصمم است تا با تهیه گزارش‌های تحقیقی بی‌طرف برای مردم افغانستان اطلاع‌دهی کند. پس از آن پیک مصمم به این است تا خبرنگاران تحقیقی را از داخل افغانستان و بیرون مرزها با هم پیوند دهد. وقتی اجتماع مطلع و پیوند خورده داشتیم، جامعه میتواند به طرف تغییر مثبت سوق داده شود. تغییر مثبت بیانگر ارتقا و قوت یک جامعه است، آنچه پلان و اهداف درازمدت پیک را تشکیل میدهد. در برنامه امروزی، دومین برنامه سخن پیک، آقای فرامرز تمنا را با خود داریم. آقای فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان هستند. قبل از آن به حیث معاون سخنگوی وزارت امور خارجه کار کردند. به مدت 7 سال می شود که در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان تدریس می کنند. همچنان فعلا رئیس افتخاری دانشگاه افغانستان هستند. آقای فرامرز تمنا 38 سال سن دارند، ولی در 38 سال سن موفق شدند تا 2 سند دکترا بگیرند. نسل جوانی که 2 سند دکترا در سن 38 سالگی داشته باشد برای ما افتخار است. از آقای فرامرز تمنا دعوت میکنیم تا سیاست خارجی افغانستان، آنچه پیوند میخورد با سیاست خارجی افغانستان با حکومت وحدت ملی، را در 20 الی 25 دقیقه به بحث بگیرد. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در این جمع نشستن و تشکر میکنم از نهاد پیک فرصت برای مساعد ساختن که دیدگاه های خود درباره سیاست خارجی افغانستان خدمت شما عرض بکنم. به هر حال شما میفهمین که مقوله سیاست خارجی مقوله پیچیده و با سایر مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان در هم تنیده است. به هر روی کوشش میکنم در مدت کوتاهی که در اختیارم گذاشته شده همون مسائل اساسی مرتبط با سیاست خارجی افغانستان خدمت شما عرض بکنم و بعداً ترجیح میدم که مسائل و سوالاتی که نزد شما هست در سیاست خارجی پاسخ بگویم. افغانستان مثل تمام کشورهای دنیا سیاست خارجی دارد. سیاست خارجی افغانستان اما متفاوت از سایر کشورها بر چند اصل اساسی بنیان گذاشته شده. اصل اول سیاست خارجی افغانستان حس استقلال خواهی مردم ماست که در طول تاریخ تکوین پیدا کرده. اصل دوم سیاست خارجی افغانستان یا ستونهای سیاست خارجی افغانستان
موقعیت افغانستان، موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان هست. اصل سوم موقعیت افغانستان به عنوان جغرافیای انرژی و اتصال دهنده اقتصادی منطقه است و اصل چهارم افغانستان به عنوان کانون اتصال فرهنگ‌های منطقه. این 4 موضوع اساسی است که سیاست خارجی افغانستان را ستون میده یا هستیمند میسازه. هر گونه بحث درباره سیاست خارجی افغانستان در طول 1 قرن اخیر بر چنین مبنای استوار هست. این 4 اصل ثابت در دوره‌های مختلف تفاسیر مختلفی شده. اجازه بدین یک شروعی بکنم، آغاز بحث از ابتدای حکومت آقای کرزی در سال 2001 میلادی. بعد از 11 سپتامبر 2001 میلادی سیاست خارجی افغانستان 3 دایره یا 3 حلقه داشت. حلقه اول کشورهای منطقه بود، حلقه دوم کشورهای جهان اسلام و حلقه سوم جامعه جهانی. هر 3 حلقه در پالیسی های مختلف سیاست خارجی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. ما 4 وزیر داشتیم. دوران دکتر اسف عبدالله در مطالعات سیاست خارجی خود دوران ظرفیت سازی در وزارت امور خارجه نام نهادم. دورانی بود که هم ظرفیت های علمی و هم ظرفیت های کدری وزارت امور خارجه و هم ظرفیت های سخت افزاری وزارت امور خارجه باید تقویت می شد. دوران دوم دوران علمی سازی وزارت امور خارجه بود، دوران دکتر اسف اسپنتا. دوران سوم دوران ثبات در سیاست خارجی افغانستان بود که ما هم زیر ساخت‌های ما تدوین شده بود و هم علمی سازی سیاست خارجی یا اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان در زمان دکتر اسف اسپنتا تدوین شده بود. و دکتر اسف زلمرسول بر اساس این 2 پشتوانه سخت افزاری و معرفت شناسی سیاست خارجی خود در روابط بین الملل تدوین کردند. امضای بیش از 11 موافقتنامه همکاری‌های دراز مدت استراتژیک با کشورهای جهان از اساسات سیاست خارجی افغانستان بود و ثمره سیاست خارجی ثباتگرای حکومت افغانستان بود و همچنین برگزاری کنفرانس‌های با تمرکز بر افغانستان از جمله ریکا یا کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان که 5 تا اشتغال برگزار شده در زمان دکتر اسف زلمرسول بنیان گذاشته شده بود. کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول که در سال 2010 در ترکیه بنیان گذاشته شد. همکاری‌های منطقه‌ای با محوریت افغانستان. به هر حال هم به حضور افغانستان در منطقه و هم به حضور افغانستان در جامعه جهانی اهمیت داده شد و همچنین برای اولین بار بود که افغانستان در سازمان همکاری‌های اسلامی در حد سفیر نماینده داشت. یعنی در هر 3 حلقه منطقه جهان اسلام و جامعه جهانی ما وارد تعامل بودیم. در زمان کوتاهی در زمان آقای زرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه بیشتر به سندسازی‌های داخل وزارت امور خارجه توجه شد و فعلا شما می‌فهمین که حکومت وحدت ملی سیاست خارجیش متفاوت است از اون 3 حلقه‌ای که خدمت شما عرض کردم. حلقه اول همسایگان هست، حلقه دوم جهان اسلام هست، حلقه سوم کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا، ژاپن و می کشورها هستند و کشورهای اروپایی. حلقه چهارم کشورهای آسیایی است و حلقه پنجم سازمان‌های بین‌المللی. یعنی ما 2 حلقه یا 2 تفاوت داریم. در 12 سال اول اشتباهات ما در سیاست خارجی خود داشتیم. هیچ تردیدی وجود نداره که ظرفیت‌های وزارت امور خارجه به هیچ عنوان به حدی که امروز هست نبود و طبیعتاً 10 سال بعد به حدی که امسال هست نخواهد بود، بیشتر خواهد بود. لذا طبیعی است بخشی از اشتباهاتی در سیاست خارجی افغانستان بوده. ما چند پلان داشتیم. پلان اول در سیاست خارجی افغانستان بحث نزدیکی رابطه با پاکستان از طریق مکانیزم‌های چند جانبه بود. ما به جای تعامل مستقیم با پاکستان وارد مکانیزم‌های 3 و 4 جانبه شدیم. افغانستان، اجلاس 3 جانبه افغانستان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ایران، پاکستان، افغانستان، ایالات متحده آمریکا، پاکستان، افغانستان، بریتانیا، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، روسیه. اینا مکانیزم‌های چند جانبه‌ای بود که ما برای گسترش رابطه خود با پاکستان به اونا تمسک جستیم. مسئله دوم در 12 سال گذشته
تقویت روابط ما با همسایگان بود. به عبارت ما چگونه میتوانیم از پتانسیل های خود استفاده بکنیم برای که همسایگان دارای روابط نیک با ما باشند و تفاهمنامه حسن همجواری که در سال 2002 امضا کردیم با همسایگان خود، چطور میتوانیم این تفاهمنامه را در عمل پیاده بکنیم. مثلا سوم تقویت ما با جهان اسلام بود که گفتم ما سفیر فرستادیم به سازمان همکاری‌های اسلامی. اما بعد اصلی بعد بعد پیوند ما با کانون‌های قدرت، ثروت و دانش جهان بود. بحث نزدیکی ما به ایالات متحده آمریکا از اساسات سیاست خارجی افغانستان بود، به دلیل از اینکه آمریکا تنها یک کشور نیست. اهمیت‌های آمریکا در سیاست خارجی ما باعث شد که ما موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیکی با ایالات متحده آمریکا امضا کنیم که بستر امضای موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا را مساعد ساخت در اولین روزهای حکومت آقای اشرف غنی. گفتم آمریکا یک کشور نبود برای ما. 65% از دانش جهانی در ایالات متحده آمریکا تولید میشه. ایالات متحده آمریکا کوریدور کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان هست. درصد عمده‌ای از کشورهایی که در افغانستان حضور دارند به خاطر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. اونا نه به خاطر اثبات دوستی خود به افغانستان، بلکه به خاطر اثبات دوستی خود با ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور دارند. یا مجموعه کشورهای ناتو حدود 32 تریلیون دلار سالانه تولید کشورهای عضو ناتو است. به هر حال اینا برای ما اهمیت داره که ما در سیاست خارجی خود به اینا بها بدیم. لذا ما برای دستیابی به دانش، برای دستیابی به قدرت و برای دستیابی به ثروت، به نزدیکی با جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی همت گمارده. مسئله بعدی که باز خدمت شما عرض کنم که چرا حلقه سوم یا جامعه جهانی به افغانستان مهم است غیر از امریکا، 80% شاخصهای قدرت جهان در غرب است. آماری که ما گرفتم 65% تمام دانش دنیا در ایالات متحده آمریکا تولید میشه. خدمت شما عرض کردم آلمان، ژاپن و ایالات متحده آمریکا به تنهایی 55% تولید جهانی را در اختیار خودشان دارند. من فکر میکنم که این مسائل کافی است که ما در روابط خود با غرب پیوند وثیقی ایجاد بکنیم. مسئله دوم که به ما اهمیت داشت و باز به دلیل عدم توفیق ما در دستیابی به صلح و همکاری منطقه‌ای بود که ما چون نتوانستیم پاکستان در پروسه صلح همراه خود داشته باشیم، نتوانستیم حتی به ایران مجاب بسازیم که دستیابی ما به بندر چابهار و دریای عمان دائمی بسازه. لذا به کشور به سطح قدرت بمانند ما در روابط بین الملل لازم هست که وارد ائتلاف‌های کلان جهانی شویم. پیوند ما با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در همه عرصه قابل توجیه و قابل بررسی است. به هر حال بحث سیاست خارجی افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی با چند چالش هم مواجه است. چالش اول ما اجماع سازی درونی برای تدوین اساسات سیاست خارجی است. وقتی که ما می‌خوایم در جهان تعامل داشته باشیم، اول نیاز به اجماع در درون ساختارهای پیچیده قدرت افغانی داریم. و مشکل دومی است که مشکل اول در درون جامعه افغانی است. مشکل دومی است که چگونه ما در سیاست خارجی خود از فاز امنیتی در سیاست خارجی خود گذار کنیم و وارد فاز اقتصادی شویم در روابط خود با جهان. 12 یا 13 سال گذشته ما در سیاست خارجی افغانستان امنیت اولویت بود، اما پلان ای سیاست خارجی افغانستان جواب نداد و ما نتوانستیم به امنیت دست بیابیم از طریق سیاست خارجی. لذا پلان بی که در حکومت وحدت ملی پیگیری میشه جایگزین کردن امنیت با اقتصاد و پروژه های انکشافی است. از همین رو در صحبتی که حدود 1.5 ماه قبل ما داشتیم با جناب رئیس جمهور فرمودند که 90% سیاست خارجی حکومت وحدت ملی مبتنی بر اقتصاد هست. به همین رو سیاست خارجی فعلی یک سیاست خارجی توسعه محور هست. سیاست خارجی افغانستان باید بتواند به نیازهای توسعه‌ای و انکشافی کشور پاسخ بگوید. این دو چالش عمده بود. یکی که ما چطور گذر کنیم از سیاست خارجی امنیت محور به سیاست خارجی اقتصاد محور، و چالش
دیگر که خدمت شما عرض کردم، اجماع سازی در درون ساختارهای قدرت جامعه افغانی است که ما چگونه یک سیاست خارجی واحد داشته باشیم. بزرگترین مشکل ما در طول 13 سال گذشته که مانع دستیابی ما به دکترین سیاست خارجی شد یا یک سند جامع سیاست خارجی دو چیز بود. یک، فقدان سند جامعی به نام دکترین امنیت ملی افغانستان که او چتری باشد برای تدوین سیاست خارجی، و دوم عدم اجماع میان نخبگان مختلف سیاست خارجی در خصوص اساسات سیاست خارجی. این دو مسئله باعث شد که ما تا حال دکترین پالیسی یا استراتژی سیاست خارجی نداشته باشیم. این مسائل در کنار خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 و تبعات اقتصادی ناشی از خروج که چالش دیگر ماست، باعث شد که سیاست خارجی افغانستان وارد یک مرحله پویایی شود یا الزاماً وارد مرحله پویایی شود. تا سال 2014 اگر که افغانستان در سیاست خارجی خود موفق بود، درصد عمده از این موفقیت مربوط بود به حضور خارجی ها در افغانستان و تلاشی که اونا برای ماندن و تکاپو بخشیدن به سیاست خارجی دو جانبه بین افغانستان و او کشور داشتن. اما سال 2014 به طرف این مهارت ما در سیاست خارجی است که کماکان میتوانه افغانستان در صدر تحولات جهانی قرار بده. لذا رسالت حکومت وحدت ملی در رسای سیاست خارجی به مراتب رسالت ارزشمند و رسالت والایی است. یک مشکلی که ما در سیاست خارجی داریم به صورت عموم یا شاید به عبارت جامعه افغانی به صورت عموم دارد، پروژه محور بودن مسائل است. ما به هر مسئله نگاه پروژه‌ای داریم. متاسفانه در 13 سال گذشته هم بخش عمده از سیاست خارجی افغانستان به صورت پروژه‌ای نگاه می شده و نگاه پروژه‌ای یک آفت است به سیاست خارجی. تصمیمی که در راسته سیاست خارجی گرفته می شود ممکن است تبعات آن 100 سال بعد بر زندگی نسل‌های بعدی تاثیر بگذارد. نگاه پروژه‌ای فاقد نگاه به افغانستان 100 سال بعد می شود. لذا سیاست خارجی نه یک پروژه، یک پروسه است. البته در تمام سایر جنبه‌های زندگی افغانی هم چنین آفتی وجود داره. مسئله دوم که باز آفت است و مشکل برای ما بوده که ما نگاه ما به سیاست خارجی یک نگاه عجولانه و نگاه کوتاه مدت بوده. یک مثال خدمت شما عرض میکنم تا ببینید کشورهایی که به مدار توسعه و پیشرفت میرسند چقدر در سیاست خارجی صبورند. در سال 1822 در سال 1820 امریکایی‌ها وارد لبنان میشند. یک کورس زبان انگلیسی تأسیس میکنند در سال 1820. در سال 1866 این کورس انگلیسی کلان میشه و رونق میابه در یک تعمیر 2 منزله. ببینین سال 1820 وارد میشن، سال 1866 یک کورس انگلیسی در یک تعمیر 2 منزله ایجاد میکنن که این آهسته آهسته گسترش پیدا میکنه. چند دهه بعد همون کورس انگلیسی تبدیل میشه به دانشگاه بیروت. امروزه یعنی همین حالی که ما و شما قرار داریم، بیش از نیمی از رهبران و رجال برجسته کشورهای خاور میانه و کشورهای عربی فارغ التحصیل دانشگاه بیروت هستند. از سال 1820 تا 2010 که هنوز نخبگان و فارغان بیروت میخواهند که وارد سیاست شوند، چقدر امریکایی‌ها صبر کردند. بهار عربی زمینه ورود نخبگان فارغ التحصیل دانشگاه بیروت مساعد ساخت. انقلاب مصر مساعد ساخت. تحولات مختلفی که در کشورهای عربی، یعنی امریکایی‌ها برای دستیابی به اهداف خود در سیاست خارجی از سال 1820 تا سال 2010 منتظر میمانند. چند سال میشه؟ 10 سال کم 200 سال. شما در سیاست خارجی سرمایه گذاری میکنید برای موفقیت در سیاست خارجی. باز مورد دیگری از صبوری خدمت شما نشان میدم، عرض میکنم. ژاپنی ها در سال 1870 تصمیم میگیرن که توسعه یافته شوند. نخبگان ژاپن میشینن در سال 1870 میگن ما باید یک کشور توسعه یافته داشته باشیم. 90 سال بعد در سال 1960 جرقه های ژاپن پیشرفته زده میشه. آیا ما در سیاست خارجی خود توانمندی صبر کردن 90 سال داریم؟ یک انتقادی که به سیاست خارجی افغانستان میشه در رسانه ها و در محیط های ژورنالیستی به
علت عدم مطالعه سیاست خارجی کشورهای موفق دنیاست. ما متاسفانه در فرهنگ سیاسی افغانی، در روانشناسی سیاسی افغانی، ما فرصت برای صبر کردن نداریم. به خاطر انتظار داریم که تمام کارها یک دفعه اتفاق بیفته. علتی که ما در قبال پاکستان هم موفق نبودیم، علتی بوده که ما می‌خواستیم یک جلسه با پاکستانی‌ها بنشینیم و فردا تأثیری در سیاست خارجی ما نمودار باشه. رفتار در تمام روابط بین الملل، کشورهایی که در تنش با هم دیگر بودند که ما هم در تنش هستیم با یکی از همسایگان خود، پاکستان حداقل در 12 سال گذشته در تنش نرم بودیم. یک نمونه حتی شما نمیتوانید نشان بدین که یک کشور بر کشور همسایه خود در کوتاه مدت تأثیر گذاشته باشه. تأثیرگذاری بر رفتار همسایگان به صورت تدریجی اتفاق میفته. بس پاکستان در 13 سال گذشته به سیاست خارجی ما که جواب نداد، پلان A سیاست خارجی افغانستان بود. پلان B مذاکره مستقیم با پاکستان هست که حکومت وحدت ملی در پیش گرفته. ما دیگه وارد مکانیزم های سه جانبه و چهار جانبه نمیشیم، واقعا وارد مکانیزم های دو جانبه میشیم. چون سیاست خارجی افغانستان، دستگاه سیاست خارجی افغانستان درک کرده است که بین دو کشور سوء تفاهم وجود داره و این سوء تفاهم یا خصومت از طریق مکانیزم های چند جانبه امکان حلش نیست، لذا مستقیما باید صحبت بشه. حمایت افغانستان از حمله عربستان سعودی به یمن در همین راستا قابل ارزیابی، قابل توجیه و تا حدی از منظر اکادمیک قابل دفاع است. این مسئله عمده. بس 2014 و تا سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا سال 2024 یک نقش کاتالیزور در سیاست خارجی افغانستان، نقش تسهیل کننده در سیاست خارجی افغانستان دارد. امیدوار هستم که تا سال 2024 توانمندی دستگاه سیاست خارجی افغانستان به حدی بشود که حتی خارجی‌ها اگر به صورت کامل هم نه در حمایت و نه در فیزیکالی حضور داشته باشند در افغانستان، باز هم افغانستان درخششی در جهان داشته باشه. این مسائل اساسی درباره سیاست خارجی بود. مسائل زیادی هست بگوییم، اما من بیشتر میخواستم جرقه در ذهن شما ایجاد بشه و باز به سوالات شما پاسخ بگویم. یک مسئله کوچک دیگر هم اشاره میکنم، پیوند بین امنیت و سیاست خارجی افغانستان، که چرا افغانستان یک کشور ناامن است. افغانستان 3 سیستم امنیتی در پیرامون خود دارد. در شمال سیستم امنیتی آسیای مرکزی، در جنوب سیستم امنیتی آسیای جنوبی یا جنوب آسیا، در غرب افغانستان سیستم امنیتی خاورمیانه و در شرق و شمال یک سیستم امنیتی در حال تکوین به نام شانگهای. اما این 3 سیستم امنیتی که نوز گرفته، گره امنیت افغانستان، افغانستان تنها کشوری در دنیاست که به هیچ کدام از سیستم‌های امنیتی پیرامون خود عضویت ندارد. دوم، افغانستان عضویت نداره اما سیستم‌های امنیتی پیرامون، مشکل دوم، مشکلات خود در درون افغانستان حل میکنن. اگر ایران و پاکستان مشکل دارند، در افغانستان مشکل خود حل میکنن. عربستان و ایران رقابت دارند، در افغانستان. روسیه با جنوب آسیا مشکل داره در زمان بریتانیا، در افغانستان. افغانستان محل رفع منازعات سیستم امنیتی پیرامون ماست. پس ما با 2 پارادوکس مواجه هستیم. یک، عضو سیستم امنیتی منطقه نیستیم. دوم، سیستم امنیتی منطقه مشکل خود در درون افغانستان هم میکنن. بحث پراکسی وار یا جنگ نیابتی محصل چنین نگاهی است. اما یک سیستم وجود داره، سیستمی که در جغرافیای ما نیست اما در افغانستان هست، کانسپچوالی یا به صورت مفهومی حضور داره. من نامش در مطالعات امنیتی خود گذاشتم شادو سکیوریتی سیستم یا سیستم امنیتی سایه. این سیستم امنیتی سایه ناتو هست که به جغرافیای ما متعلق نیست اما در منطقه ما حضور داره. وقتی ما به 3 سیستم امنیتی پیرامون خود عضویت نداریم، راه حل جایگزین نیست. چیست؟ و تنها کشوری هم هستیم در جهان که به سیستم‌های امنیتی منطقه خود عضویت نداریم. راه حل چیست؟ 2 راه حل داریم ما. یک، ماندن در منطقه و کماکان در همین باطلاق متعفن امنیتی منطقه بی حرکت ماندن، و دوم، خروج از این باطلاق متعفن امنیتی و پیوند با سیستم امنیتی سایه یا ناتو، حداقل در کوتاه مدت تا زمانی که بتوانه
مشکلات اساسی افغانستان که ثروت، دانش و قدرت است این حل بکنه. مشکل اینجاست که اگه ما به یک از سیستم‌های امنیتی پیرامون خود بپیوندیم دیگه سیستم‌ها نمیمانند. اگه ما به سیستم امنیتی جنوب آسیا بپیوندیم سیستم امنیتی خاورمیانه مانع می‌شود. اگر ما به سیستم امنیتی آسیای مرکزی بپیوندیم که محوریتش روسیه بحث انرژی است، اونا مانع میشن، هم خاورمیانه هم جنوب آسیا مانع میشه. پیوستن ما با هر کدوم از سیستم‌های امنیتی باعث میشه که سیستم امنیتی دیگر مانع شه. لذا تنها راهی که فرودوی افغانستان در کوتاه مدت قرار داره پیوستن به سیستم امنیتی ناتو یا سایه است. بحث‌هایی که در خصوص پیوند ما با جامعه جهانی است، نه از منظر ایدئولوژیک یا از منظر گفتمانی یا از منظر غرب و دین و اسلام، از منظر اکادمیک چنین دفاعی داره که ما در موقعیتی هستیم که باید به یکی از سیستم‌های امنیتی منطقه‌ای یا جهانی بپیوندیم و تنها سیستمی که پتانسیل پیوند ما داره ناتوست. به دو دلیل: یک، ناتویی‌ها 3 تهدید کشورهای ناتو برای خود تعریف کردن در قرن 21. تهدید اول تروریسم و بنیادگرایی، تهدید دوم موشک‌های دوربرد اتمی و تهدید سوم مواد مخدر. هر 3 تهدید با افغانستان گره خورده، لذا افغانستان نزد کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا مهم است. موضوع دوم، افغانستان در بین همسایگان خود قوی‌ترین کشور در حال تجربه دموکراسی است. دموکراسی نقطه پیوند ماست با مجموعه ناتو. لذا این دو دلیل یا این ستون باعث میشه که ما بتونیم یک روابط عمیقی با کشورهای ناتو ایجاد کنیم، حداقل در کوتاه مدت، تا زمانی که بتوانیم بر تنگناهای ناشی از جبر جغرافیایی خود فائق بیاییم. این مسائل اساسی است که ما در حوزه امنیت به دست بگیریم هستیم و باید سیاست خارجی افغانستان، دسترسی افغانستان به سیستم امنیتی ناتو را تسهیل بسازه. در غیر از او ما نمیتوانیم که یک عضو پایدار جامعه جهانی باشیم. و مسئله آخری که خدمت شما عرض میکنم، اشاره میکنم به چند مسئله اساسی و یک مسئله اساسی و چند پیشنهاد. مشکل اول سیاست خارجی ما در حال حاضر، سیاست خارجی به کوچه و بازار است. سیاست خارجی باید از کوچه و بازار جمع بشه و این وقت میشه که نگاه تخصصی به مقوله سیاست خارجی بشود. نهادهای علمی، اکادمیک، دانشگاه‌ها، پوانتون‌ها، اینها وارد تحلیل و ارزیابی و بررسی سیاست خارجی شوند. کتاب‌ها و تحلیل‌ها و مقالاتی درباره سیاست خارجی نوشته شود. مشکل دوم، اول جمع شدن سیاست خارجی از کوچه و بازار هست. دوم، درخت معرفتی یا ماتریکس مشکلات سیاست خارجی افغانستان باید تدوین بشه. ما ببینیم که نقاط ضعف و قوت ما در سیاست خارجی ما چیست. اولین مشکلی که من درک کردم عدم اولویت بندی ژئوپلیتیک در سیاست خارجی افغانستان بود. متاسفانه ما بنگلادش و ترکیه در سیاست خارجی ما تقریبا یک وزن دارد، در صورتی که ما باید بر اساس مؤلفه های سلبی و ایجابی ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر کشورها را دسته‌بندی کنیم. کدام کشور بیشترین نمره میگیره بر اساس تاثیرگذاری سلبی یا ایجابی بر افغانستان. کشورها نمره بگیرن، کشوری که بیشترین نمره میگیره بیشترین توجه در سیاست خارجی به او معطوف شده. متاسفانه فعلا ما فاقد اولویت بندی کشورها در سیاست خارجی خود هستیم. لذا سیاست خارجی ما در 13 سال گذشته فی‌البداهه بوده، بعداً واکنشی بوده. ما منتظر میماندیم که یک واقعه در جهان رخ بدهد تا ما به او واکنش نشون بدیم. اما در طول همین چند ماهی که از حکومت وحدت ملی آغاز شده، همین مرز حداقل شکسته، ما به دنبال پیروی کردن از سایر کشورها نیستیم. ما می‌خواهیم که هر کاری که در جهان مبتنی بر پیش بینی ما باشه. ما در سیاست خارجی خود در قرن گذشته پایان جنگ سرد پیش بینی نکرده بودیم، مطالعه نکرده بودیم، سقوط اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی نکرده بودیم، 11 سپتامبر پیش بینی نکرده بودیم، حمله اتمی شدن ایران نه پیش بینی می‌کنیم نه برش برنامه داریم، بهار عربی پیش بینی نکرده بودیم. لذا وقتی که چنین پیش بینی‌هایی در سیاست خارجی نباشه، شما مجبورین که یک فکت در سیاست خارجی در جهان اتفاق بیفته و شما به او واکنش نشان بدهید. و این شایسته یک کشور به مانند ما و یا هیچ کشور در دنیا نیست. و چند پیشنهادم هست، البته پیشنهادات بیشتر به خود ما برمیگرده چون ما در خانواده وزارت خارجه هستیم، اما پیشنهادات به شما فقط به این خاطر عرض میکنم که اگر مطلبی درباره سیاست خارجی منوشتند، شما همینها را
حمایت کنیم تا دیدگاه اول بشه. اول واقعا ما به اصلاح ساختار در وزارت امور خارجه ضرورت داریم. میگن وزارت خارجه موفق وزارت خارجه است که چند خصوصیت داره. چندین خصوصیت، یک از مهمترین خصوصیاتش است که معینیت اقتصادیش مهمترین بخش وزارت خارجه است و دوم اگه یک افغانی در خارج مصرف میکنه برابر 5 تا 10 افغانی به داخل بتونه بیاره و یک افغانی. لذا این سیاست خارجی باید اول باید اصلاح ساختار شد تا چنین چیزی ما داشته باشیم. دوم دانش محور ساختن تصمیمات سیاست خارجی است، چون اگر تصمیمات در سیاست خارجی مبتنی بر نظر اشخاص و سلیقه ها باشه متاسفانه پایدار نخواهد ماند. مسئله سوم، ما نیازمند هستیم که تصویر افغانستان بیشتر در جامعه جهانی متمدن نشان بدیم، به ویژه در جهان اسلام. مسئله بعدی یا پیشنهاد بعدی یا مسئله بعدی که باید شوه، سیاست خارجی باید بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم تمرکز بکنه و عملکرد یا نتایج سیاست خارجی باید بر سفره مردم نمود داشته باشه. مسئله بعدی، هر چه زودتر باید سند دکترین سیاست خارجی افغانستان یا سند جامعی که بتوان خط مشی سیاست خارجی افغانستان را تدوین کنه ما به او دست پیدا کنیم و نخبگان مختلف افغانستان از حزب‌ها و هویت‌های مختلف روی از این اجماع نظر داشته باشند. و مسئله ششم، تعامل ما با امریکا و غرب باید از حالت سیاسی امنیتی به یک موضوع تکنیکی، علمی و آموزشی بدل شود. و هفتم، ما باید مثل تمام کشورهای دنیا به دنبال یک عمق استراتژیک برای خود باشیم. یک نظر ماکیاولیستی دارم به خاطر قدرت افغانستان. تمام کشورها یک عمق استراتژیک برای خود دارند. ما متاسفانه عمق استراتژیک دیگران هستیم. 5 مرحله برای کشورها وجود داره. میگن کشورها یا بازیچه‌اند در سیاست خارجی یا بازیگرند. اینا دیگه یک مرحله بالاتر: بازیچه، بازیگر، بازیگردان، کارگردان، سناریونویس، کارگردان و سناریونویس. ما فعلا در تعاملات منطقه‌ای و جهانی بازیچه هستیم. ارتقا از موضوعیت بازیچه به بازیگر به تبع یک سیاست خارجی و دیپلمات‌های موفق فراهم خواهد شد. لذا ما مثل سایر کشورها باید یک عمق استراتژیک داشته باشیم. یک مسئله. دوم، باید از بازیچه به بازیگر حداقل در منطقه ارتقا پیدا کنیم. 2 مسئله. و یک نظر ماکیاولیسی بر اساس این 2 مسئله است. ترکمنستان حدود 7 میلیون جمعیت داره. درسته؟ 4مین منابع بزرگ دنیا در عرصه گاز به ترکمنستان است. افغانستان داخل و خارج احتمالاً 35 میلیون جمعیت داره. بسیار معامله. هر کشور دیگر به جای ما می بود و نگاه ماکیاولیستی به سیاست خارجی و قدرت می داشت، حتما یک نقشه به او 4مین منابع بزرگ گاز جهان می ریخت. شما 35 میلیون هستین، اونا 7 میلیون هستن. ما پیکنیک خود پر کردن نمیتونیم، اونا صادر کننده گاز از شمال آسیا به جنوب آسیا است. این یک مسئله ماکیاولیستی میشه رازی کار کرد. مسئله دوم، چون قدرت ما باید ارتقا پیدا کنه. آخرین بس، مسئله دوم، سیاست خارجی افغانستان اگه اشتباه استراتژیک داشته، خدا کنه از این بعد نداشته باشه، ما فرشته‌ای در میان دیوها هستیم. تمام کشورهای پیرامونی افغانستان مدیریت یکی از تحولات ناامنی منطقه به دست دارند. یا مواد مخدر به دستشان است، یا قاچاق انسان، یا قاچاق سلاح، یا بنیادگرایی، یا تروریسم. افغانستان با همه اینا ارتباط داره، یا مواد مخدر. افغانستان با همه اینا ارتباط داره، اما مدیریت هیچ کدام از تعاملات ناامنی منطقه به دست نداره. تا وقتی ما مدیریت یک از عوامل ناامنی منطقه به دست خود نگیریم، در منطقه بازیگر نمیشویم. این مجموعه داشته های ما بود. بسیار خلاصه خدمت شما عرض کردم. اگه سوالی باشه میشه که به اون پاسخ بدیم. تشکر که شنیدین. بسیار تشکر استاد. سلامت باشین. و چند سوالی که ما داشتم پاسخ گرفتم. مطمئن هستم سوالاتی که دوستای ما داشتن پاسخ گرفتن. اول اجازه بدید من یک سوال بسیار کوتاه پرسان کنم، بعد برمیگردم به شما. شما حمایت حکومت وحدت ملی یا اگر حکومت وحدت ملی نگوییم، چون رئیس اجرایی ممکن اختلافات با رئیس جمهور داشته بوده باشه، شما حمایت رئیس جمهور غنی را از عربستان در جنگ یمن توجیه کردید. وقتی آمریکا با
ایران مشکل داشت. رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفت که ما هیچگاه به آمریکا اجازه نمیدیم، بزرگترین حامی افغانستان، تا از راه افغانستان وارد حمله یا وارد واکنش در برابر ایران شود. در اون زمان حتما این نقد بکردید، درست؟ بله خواهش میکنم. یک مسئله روانشناسی افغانی خدمت شما میگم. چون من حدود 6-7 سال میشه روانشناسی سیاسی درس میدم. روانشناسی سیاسی افغانی میگه که شما از گپی حمایت کنید که دوست شما بگویه. طرفداران اگه می گپ دکتر اسف عبدالله میزدند، طرفداران دکتر اسف اشرف غنی موافقت نداشتند. حالا که دکتر اسف اشرف غنی از تیم از اونا شده، باز این مردم مخالفت دارن. در افغانستان مهمترین مسئله در بعد تایید یا رد است که چه کسی چه چیزی رو میگوید. اول چه کسی مهمه. پس این یک مسئله اساسی، این بر اساس مطالعه من خدمت شما گفتم، نه بر اساس مطالعه. دوم، من بدون از اینکه بگویم که این چه کسی میگویه و چه کسی گفته، من از طرفداران سرسخت جانبداری افغانستان بودم، چون بی‌طرفی افغانستان در 100 سال گذشته به نفع ما نبوده. اولویت حکومت افغانستان پروسه صلح است. ما باید تمام سیاست‌های ما اجالتاً به پروسه صلح منجر شود. شما باید همیشه ترازوی پیشتان باشه. شما چه به دست میارین، چه از دست میدین. پس شما ببین 6 امتیاز عربستان سعودی با امتیازاتی که ایران با میده یک جا بود. مسئله اول. مسئله دوم، ایالات متحده آمریکا، مجموعه کشورهای اروپایی، پاکستان، ترکیه با عربستان و سعودی رفتند. قوی‌ترین متحدان جهانی ما. چرا ما نریم؟ آیا کماکان باید بی‌طرف باشیم؟ مسئله سوم، ایران در موقعیتی نیست که جواب منفی به افغانستان بده. اگر 5 ماه پیش این اتفاق میافتاد، من میگفتم یک نقطه منفی است. ایران حالی فعلا به بیشترین رابطه با غرب نیاز داره. ما در موقعیتی تصمیم گرفتیم که ایران اگر بتانه هم نمیخواهه که به سیاست خارجی خود در قبال ما واکنش نشون بده. در بیشترین موقعیت تا سمای آینده، در بیشترین موقعیت نیاز به جامعه جهانی است. 5 ماه پیش چنین نبود. در حال این تصمیم درست است. بی‌طرفی در سیاست خارجی که پلان ای افغانستان بود و تمام شده و ما باید به تحولاتی که در پیرامون ما اتفاق میفته نظر بدیم. اما میپذیرم که متن اعلامیه میتوانست با ادبیات دیگر نوشته بشه. متن اعلامیه متاسفانه ادبیات دیپلماتیک نداشت، اما تصمیم درست بود. به لحاظ اکادمیک من نمیگم که کی گفت. سلامت. از دوستای ما که سوال دارم. به نام خدا، هارون معترف هستم، تلویزیون میترا. بسیار تشکر میکنم و خیلی خوش شدم امروز جمع حضور دارم و ضمناً خیلی استفاده کردم از سخنرانیتان. چند دوره که شما به ارتباط به سیاست خارجی افغانستان برشمردین، از وزارت خارجه افغانستان آغاز کردین و با سمت‌های اشخاصی که در وزارت خارجه افغانستان کار کردن، از دکتر سید عبدالله تا آقای عثمانی. من میخواستم بپرسم که حالا که حکومت وحدت ملی شکل گرفته، بیشترین سیاست خارجیش بر اساس اون تصاویری که در چند دوره شما برشمردین استوار است، یا که سیاست حکومت وحدت ملی جدا داره حالا بنا میکنه، در حالی که شما بیشتر اشاره کردین که صفحه ای تمام شده، حالا وارد فاز دوم میشه. بنابراین اگر چنین باشه که فاز اول نتیجه نداده یا گزینه الف نتیجه نداد، معنیش است که دستاوردها به باد رفته باشه. موضوع دیگه که در رابطه با حمایت دولت افغانستان، حکومت وحدت ملی از عربستان اشاره کردیم. خب پرسش من در قسمت متن بود، بدون شک شما تصدیق کردین که متن پر از خلاها و اشتباهات بود. عمده‌ترین نکته در متن که خیلی محسوس است، موضوع خب سیاست خارجی افغانستان از کدام آدرس میگذره، بیشتر از کجا باید تصمیم گرفته شود، کدام مرجع مسئول است که سیاست خارجی افغانستان را بیشتر روش تعامل داشته باشد، در حالی که این خطنامه از ریاست جمهوری صادر میشه و هیچ نهادهای مسئول که وزارت خارجه افغانستان، شما عضو خانواده وزارت خارجه هستین، بیشتر در جریان نمیباشند. فکر میکنم یکی از خلاص و شما بیشتر اشاره کردین که نباید سیاست خارجی فی‌البداهه باشد. من فکر میکنم یک فی‌البداهه میتونه باشه. دومی که در سطح کشورهای خاورمیانه به نظر من رقابت میان ایران و عربستان بیشتر است و خب بدون شک شما بیشتر اشاره کردین که ما به خاطر این
کدامش خوب میتونه به نفع ما باشه، ما جانب افغانستان عربستان گرفتیم و شما گفتین که میتونه قابل توجیه و دفاع باشه. اگر رقابت میان ایران و عربستان خیلی جدی باشه و بر اساس کدام پیش بینی حالا ما میتونیم که به نفع خود رقم بزنیم که عربستان میتونه به نفع ما باشه، آیا فکر نمیکنین که صادر کردن چنین قطعنامه حمایت از جنگ نظامی میان یمن و عربستان میان دو تا کشور اسلامی میتونه یک سیاست فعال باشه و مهمتری که بدون مجوز سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد عربستان سعودی حمله میکنه بالای یمن؟ آیا کشورهای منطقه میتونه بدون اینکه مواضع گفتگوهای دیپلماتیک صورت بگیره، توافق یا جواز سازمان ملل متحد در میان باشه، ما حمایت کنیم زیر نام دیپلماسی فعال یا عدم بی‌طرفی؟ همین موارد می‌خواستم بپرسم. تشکر میکنم. فقط من یک پاسخ کوتاه خدمت شما بگم. اول که تغییر از پلان A به پلان B به معنای فقدان توجه به دستاوردهای گذشته نیست، بلکه دستاوردهای گذشته خشتی است برای بنا نهادن سیاست خارجی حکومت وحدت ملی. تجارب تلخ و شیرین ما در سیاست خارجی پشتوانه سیاست گذاران خارجی حکومت وحدت ملی است، به معنای زیر پا نهادن دستاوردها نیست. اتفاقا اونها تجربه است که باید استفاده شود. سال دوم شما بله، ما موافق هستم که بهتر بود که اعلامیه از وزارت امور خارجه صادر میشد و نه از شورای امنیت ملی. بله، اونم میگم در ادبیات میشد که نوشته بشه که حکومت افغانستان زیر نزدیک فلان و فلان و فلان عربستان سعودی از هر گونه تصمیمی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته بشه حمایت میکند. وزیر امور خارجه یک از اعضای شورای امنیت است. من یک سوال کوتاه دارم استاد که دو جنبه داره. یکی که شما از اصلاحات در وزارت امور خارجه داوری کردید که باید اصلاح شود. وزیر خارجه افغانستان در قسمت روابط تجارت و بازاریابی تحصیلات کردن، نه در قسمت روابط بین الملل. یک موضوع دومی که شما در تکوین یا به اصطلاح حمایت رئیس جمهور از عربستان گفتین سهم نداشتین، نایس کسی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان بودین. واکنش یا حداقل برداشتتان چی بود؟ آیا این شریک ساختین برای جمهوری؟ اول که مقوله سیاست خارجی مقوله قائم به فرد نیست که اگر وزیر خارجه تحصیلاتش فلان بود این لزوما نمیتونه وزیر خارجه خوب باشه. اما درسته یک وزیر خارجه انجینر یا دکتر طب شاید نتونه وزیر خارجه خوب باشه، اما کسی که مدیریت خونده میتونه وزیر خارجه خوب باشه. قائل به فردم نیست. مجموعه ای از افرادی که در سیاست گذاری خارجی دخیل هستند در بدنه وزارت امور خارجه، در شورای امنیت و سایر ارگان‌ها، چون تنها وزارت خارجه نیست، وزارت خارجه مجری سیاست خارجی است. اما سیاست خارجی از ریاست جمهوری گرفته تا پارلمان تا شورای امنیت تا وزارت دفاع سایر مسائل هم در این دخالت داره. لذا وقتی ما سیاست خارجی قائل به سیستم بسازیم، اون مسئله اول شما حل میشه. مسئله دوم، بله یک ضعف وجود داره در افغانستان، سیاست خارجی مبتنی بر دانش و تحقیق نبوده. یک ضعف کلان هست و هر تصمیمی که در سیاست خارجی گرفته میشه باید بر اساس مطالعات از قبل انجام شده باشه. یک حالت ایدئال است و تمام حکومت‌های دارند. منتها در افغانستان به این مسئله کم توجهی میشه. من امروز شما نظر است. به نام خدا و وقت دوستا بخیر. جناب استاد اجازه بدین که اول من هم از میگی عزیز اشاره کردن این سعادت را یاد کنم که افتخاری یک زمان پس از یک انقطاع در چوکی دانشجویی در مقابل شما قرار دارم بهره بردیم و استفاده کردیم. تشکر میکنم از پایک و از دانشگاه کاروان و عزیزان کارگردان. دو موضوع رو برای وضاحت عزیزان و دوستانی که در ساحه تحلیل سیاست خارجی افغانستان قدم و قدم میزنن بخوایم وضاحت بخوایم از شما. قسمت اولش ممکن برای تغییر فضای بحث امروزی باشه و دومش هم وضاحتی که ممکن نیاز است. اولی که جایگاه شورای علمای افغانستان در تدوین سیاست خارجی و تصامیم سیاست خارجی افغانستان چگونه است و مبتنی بر کدام اساس و کدام مکتب چگونه میشه از شورای علما در چگونگی تصامیم سیاست خارجی استفاده برد. و ثانیاً بحثی که نهایتاً هم شما به اشاره کردین، کشانیدن پای چین در معاملات و معادلات منطقه‌ای، خصوصاً چگونگی تاثیرگذاری بالای پاکستان و کشانیدن پاکستان برای راضی ساختن پاکستان برای مصالحه و مفاهمه با طالبان. بحثی که از آدرس حکومت افغانستان مطرح میشه، کشانیدن چین من حیث یک دستاورد شمرده میشه و در تدوین حلقات سیاست خارجی نخستین دستاورد شمرده میشه. اما از آدرس دیگر تحلیل این است که چین خود بنابر افراطیت و
مشکلاتی که در شانگهای به وجود آمده و گریز از افراطیت و یا هم من حیث یک تهدیدی که کنون افراطیت و تروریسم برای خودشان پنداشته میشه در این معادلت دخیل شدن. وضاحت این موضوع چگونه است؟ دقیقاً افغانستان توانسته چین را بکشانه به معادلات منطقه‌ای و تاثیرگذاری برای پاکستان و یا نه چین خود به این معادلت دخیل شده که افغانستان میخواد مغلطه ایجاد کنه؟ موضوع اول شما یک نظریه وجود داره در رابط بین الملل به نام نظریه ساختار کارگزار یا Agent Structure Problem. نظریات مختلف وجود داره. کنستراکتیویست‌ها یا سازنگاران میگن که ساختار و کارگزار بر هم قوام بخشی متقابل دارن، یعنی ایجنت ها یا کارگزاران سیاسی باعث قوام بخشی به یک ساختار میشن و متقابلا این ساختار باعث قوام بخشی به همین کارگزاران میشه. مثلا اگر نظامیان به قدرت برسن، ساختار سیاست خارجی، ساختار سیاست داخلی نظامی میکنن، همه چیز امنیتی میشه و باز همین ساختار امنیتی منجر به ورود سیاستگزاران یا ایجنت های امنیتی به ساختار میشه. این مسئله در افغانستان صدق میکنه. در افغانستان چند مسئله ساختار در افغانستان بر چند مؤلفه استواره. یک بحث دین هست، هنجارها، فرهنگ، عنعنات، آداب، رسوم، اینها بنیان هر گونه سیاست در جامعه افغانی است. بعداً ما وارد منافع ملی، وارد همکاری اقتصادی، وارد مقوله نظامی اینا میشیم. بستر همین است. لذا ساختاری که اینا اصل و پایه‌اش است، دین، عنعنات، عرف، رسوم، آداب، در این کشور شما سیاست خارجی یا کارگزاران سیاست خارجی به صورت طبیعی باید در چنین ساختار این ارزش‌ها رو مد نظر داشته باشه. رجوع به شورای علما به خاطر تاثیرگذاری این ساختار بر کارگزاران است و این شما اگر بخواین هم نمیتونین نابود کنید. چون وقتی یک ملا میره به مسجد صحبت میکنه، مردم گپ از او میپذیرن تا گپ از خارج ره. دین به عنوان یک ساختار مسلط در تکوین بافت رفتاری جامعه افغانی بسیار تاثیرگذاره. شورای علما من فکر نکنم تا 2 3 4 دهه آینده هم بشه از سیاست خارجی به سیاست گذاری خارجی دور کرد به دلیل تاثیرگذاری ساختار بر کارگزار و یک دلیل بسیار علمی داره. بحث چین، این منفعت مشترک چین و افغانستان است که در امر مبارزه با تروریسم همکار شوند. چین متضرر است از بنیادگرایی در غرب چین، در سینکیونگ، از جنبش ترکستان شرقی و به هر حال اگر که از طریق افغانستان دستیابی چین به دریای آزاد، از طریق افغانستان، ایران، دریای عمان، از طریق پاکستان، بحرین تسهیل پیدا کنه، یکی از علتاش که رونق اقتصادی در این مسیر تجارت کالا باعث میشه که افزایش سطح اقتصادی مردم غرب چین در پی داشته باشه. و چینیان میگن که فقر باعث بنیادگرایی است. اگر غرب چین، سینکیونگ اینا لحاظ اقتصادی بالا برند، لذا گرایش‌های بنیادگرایانه کاهش پیدا میکنه. ترانزیت افغانستان، دسترسی افغانستان به بازار افغانستان، منابع افغانستان، رشد، هدف اصلیش رشد اقتصادی غرب چین است. لذا هم چینی ها هم ما ایتا نمیگیم که نمیتونیم بگیم که اونا مبتکر این همکاری هستن یا ما مبتکر این همکاری هستیم. اونا هم علاقمند هستن، ما هم علاقمند هستیم. در زمان دن شیاوپینگ چینی‌ها گفتن ما به 50 سال صلح با جهان ضرورت داریم. از اون 50 سال یک 15 16 سال دیگه مونده. 15 16 سال بعد چینی ها بیشتر در معادلات امنیتی، سیاسی، اقتصادی منطقه دخیل خواهند شد و خوبه که ما از زمانی که در کنار یک از ابرقدرت‌های رو به ظهور جهانی هستیم داریم باید از زمان سرمایه‌گذاری داشته باشیم. دکتر صاحب، از آنجا که ما میگیم که ستاره راهنمای سیاست خارجی یک کشور منافع ملیشان است و منافع ملی به معنای منافع عموم جامعه و شهروندان است. و نظر شما از اونجایی که آقای اشرف غنی با صراحت به جدیت تمام از عربستان علیه یمن حمایت میکنه، اما قطب طرف دیگر یا قطب دیگر قدرت آقای عبدالله نقطه مقابلی را مطرح میکنه، به نظر شما این دوگانگی در سیاست خارجی نشان دهنده است؟ آیا به نظر شما اینجا منافع ملی هست یا منافع طبقه خاص یا حاکم؟ از آنجایی که شما بیشتر تایید کردین که تا متن چیزی که حمایت جناب آقای رئیس جمهور حتی شما در متنش اشکال میبینین، با شما در میان گذاشته نشده باشه، و نبض خود دوگانگی در سیاست خارجی آیا این خود نشان دهنده این نیست که این دوگانگی
در سیاست خارجی یک ضعف باشه یا به اصطلاح طوری بگم که خود دوگانگی نشان دهنده است که اصلا منافع ملی در نظر گرفته نشده و از طرف دیگه حکومت وحدت ملی شما توجیه آوردین که مثلا حمایت میکنه از کشور عربستان. حالا شاید کشور عربستان به دلیلی که روابط نزدیکی با پاکستان دارن و یا تروریسم حمایت میکنن یا با آمریکا روابط نزدیک داره، آیا این دلیل میشه که ما از عربستان حمایت کنیم؟ این مشکلات ما نمیتونیم با مذاکره با کشور عربستان حل بکنیم، در حالی که ما در روند سیاست خارجی ما هیچ گونه روابط تنش‌آلود با کشور عربستان نداشتیم. اینا میشد با مذاکره حل شود. در شرایط کنونی که امنیت نسبی را حتی رئیس جمهور ما در داخل کشور نداریم، سیاست خارجی در کل سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. در داخل کشور ما از استراتژی سکوت میگیریم که نشانه ناتوانی در داخل کشور است. ما در عرصه سیاست خارجی ما حمایت از قدرت منطقه‌ای میکنیم، اشاره میکنیم خودش قدرت منطقه است. حالا بنابراین که ما در اوضاع امنیتی ما بیشتر با روابط حسنه با همسایگان ما نیازمند هستیم. شما آیا این دلیل منطقی خواهد بود که ما به دلیلی که کشور ایکس عربستان با نسبت به منافع ما که توریسم باشه، روابط ما با پاکستان باشه، با چی تضمینی؟ آیا کشور عربستان من تضمین داره؟ آقای دکتر تشکر. مثلا اول موافقم با شما. خوب بود که یک اجماع در تمام نخبگان حاکم ایجاد میشد، بعدا اعلام میشد که ما از سران اصلی حکومت دیدگاه‌های متفاوت نمیشنیدیم. موافق هستم با شما. این باید درست بشه. به تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان یا دکترین سیاست خارجی میتونه این ضعف پوشش بده و اگر یادتون باشه من اشاره کردم که یکی از مسائلی که بعد اصلاح بشه دستیابی به اجماع میان نخبگان مختلف سیاست خارجی است که باید به زودترین فرصت در افغانستان شود. مسئله دوم، یک قول معروف در روابط بین الملل وجود داره، همه شما شنیدین، که میگن سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی است. اما اگه حتی یک مورد در جهان وجود داشته باشه که این قول ابطال کنه، افغانستان است. در طول یک قرن گذشته سیاست خارجی افغانستان تدوین کننده سیاست داخلی بوده. نه تنها که در امتداد سیاست داخلی نبوده، بلکه سیاست خارجی هر کار میکرده ما در داخل کشور داشتیم. پس ما در افغانستان سیاست داخلی در امتداد سیاست خارجی است. این حتی اگه یک قول برخلاف قول معروف روابط بین الملل وجود داشته باشه، افغانستان هست. لذا این مسئله دوم، حمایت سیاست خارجی افغانستان از عربستان سعودی به معنی دشمنی با ایران نیست. افغانستان حق داره از نظر داشته باشه درباره موقعیت‌های مختلفی که در روابط بین الملل ابراز بکنه. هیچ نامی هم از ایران برده نشده، هیچ نامی هم از شیعیان برده نشده، هیچ نامی هم یا موضوعی هم درباره عدم حسن همجواری با ایران وجود نداره. لذا در چنین برهه‌ای به لحاظ مطالعاتی که در عرصه بین الملل مدارم تصمیم درست بوده و باید سیاست خارجی افغانستان از حالت انفعال بیرون بشه. اما ممکنه نظر ما با نظر شما متفاوت باشه. تشکر جناب استاد. به عنوان آخرین سوال از کل مجلس، آخرین سوال از شما بود. حالا یک سوال دیگه که آخرین سوال کل برنامه است. حکومت پیشین افغانستان به اداره رئیس جمهور کرزی از ایران و CIA پول گرفت و اونا اینو تایید کردن که پول دادن. سفیر ایران هم تایید کرد که پول دادن. یعنی پول گرفتن ها فساد بود یا در سیاست خارجی شما اینو بازم توجیه میکنید؟ بسیار سوال سخت کردین. شاید در حیطه پالیسی است سوال. یعنی کاش که سخنگویان حکومت جواب بدن به این. ولی یک چیز من به شما میگم، به اساس مطالعه در تمام کشورهای جهان سوم کمک‌های زیرمیزی عرفه. قدرت‌ها یا متحدین کمک‌های زیرمیزی به کشورهای متحد خود دارند. تنها افغانستان بهره‌مند از چنین کمک‌هایی نیست. در زمان شاه امریکا به ایران کمک میکرد، به یمن، به عربستان سعودی، به تمام کشورهایی که پیرامونی ما هست و اینا متحد هستن با کشور جهان سوم هستن. این مسئله عرف است و این تنها ما نیستیم. ما متاسفانه چون هنر سیاست ورزی خیلی جدی نمیگیریم افشا میشه پیش ما. این یک مسئله است. بسیار تشکر. ما امیدوار هستم که نمی کمک‌های زیرمیزی در حکومت رئیس جمهور اشرف غنی هم ادامه پیدا کنه که کم ذره
وضعیت حکومت خوب شود، بهتر شود. بسیار تشکر جناب استاد، افتخار بخشیدین با حضورتان اینجا. سوالاتی که مطرح شد من مطمئن هستم هر کدامش به مثابه پاسخش به مثابه یک کتاب بود. من خودم اینجا یک سمستر رابط بین الملل یاد گرفتم. اگر میگه نه من حاضر هستم شما سوال کنید من جواب میدم. سوال نکنید کسی. بسیار تشکر جناب استاد. شما با جوان هستین و من نیست یک کسی که نسل نوی از کشور هستم افتخار میکنم با حضور کسی که هم خودش جوان است و هم فکرش جوان است. امیدوار هستیم انتقال قدرت صورت بگیره و این قدرت انتقال پیدا کنه به نسل نو افغانستان. این بود دومین سخن پیک. تا سومین سخن پیک شما را به خداوند بسپاریم. اما کسایی که دیگه حضور دارن امروز مهمان ماستین، ما براتون قابل پلاو تهیه نکردیم، فقط برید میرا چی بود کل ما شما مشترک بکنیم. تا دیدار بعدی خدا نگهدارتان. بسیار تشکر جناب استاد.